رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری رسمی خاور فیروز دولتزاده حرکت تندرو طالبان را که اخیرا افغانستان را قریب پورا تصرف کرد محکوم کرد و گفت طالبان از نام اسلام کارهای کثیف نموده این دین مقدس را داغدار میکنند. سید مکرم عبدالقادرزاده گفت اسلام دین رحم و شفقت و برادری بوده، در صلح و رفاه و اتفاق زیستن مردم را همچون ارزش بهترین ستایش میکند. اما این گروه حرکت تروریستی طالبان امروز خود را دولت اسلامی گفته زنان و کودکان و برادران را قربانی میکند که این گونه خبرها هر روز توسط واو پخش میشوند. یعنی این رفتار اینها معنای آن را دارد که اینها از اسلام، گفته‌های اسلامی، مسلمانی، رحم و شفقت و برادری خیلی دور می باشند. گفت مفتی تاجیکستان. پیش از آنه که یاران پیغمبر به جنگ می رفتند اون کس به یارانشان تاکید می کرد که درختان را نبرید، به آنه که سلاحش را به زمین گذاشت تسلیم شد، آزار نرسانید، زنان و کودکان را نکشید و حتی راهبان و دیندارانی که غیر مسلمان هم باشند به قتل نرسانید. این همه رحم و شفقت مسلمانی و قاعده های اسلامی امروز در سیمای طالبان دیده نمی شوند، افزوده است عبدالقادرزاده. او با اشاره به سابقه طالبان وجود این گروه را در آینده هم به افغانستان و هم به تمام دولت‌های دور و نزدیک خطر جدی نامیده است. دین مبین اسلام نگفته است که زن مادر را در نزد عامه مردم شلوغ زنید یا اینکه زنی را که صاحب کودکان خردسال می باشد طالبان برای از خانه برآمدنش اجازت نمیدهند. پس اگر این زن کار نکند فرزندانش از گرسنگی نمیمیرند، این اسلام نیست، بلکه اسلام دین رحمت و شفقت و مهربانی است. اگر اینها اسلام اساسی را نشان میدادند تمام عالم قبولشون میکرد و دولتشون را به رسمیت میشناختند. اسلام واقعی این سعادت انسانی است. طالبان از نام اسلام کارهای کثیف نموده این دین مقدس را داغدار میکنند، گفته سید مکرم عبدالقادرزاده. او می افزاید من در حیرتم که این کار طالبان از بیسوادی باشد یا جهل و نادانی، نخود در بین این آدمان یگان نفر باسوادی نباشد که آنها را راهنمایی نماید که در این مورد شریعت چی میگوید یا اسلام چی میگوید. کاری که امروز طالبان میکنند این اسلام نیست. حکومتی که ظالم است پاینده نیست، تنها حکومت عادل پاینده می باشد. ظلم گناهی عظیم است. در دنیا هیچ ظلم و ستم به مردم به یگان دولت آرامی نمیآورد، برعکس کثافتی، ناکامی، بدبختی و روسیایی میآورد. تاجیکستان از جمله دولت‌هایی است که چه ساکنان و چه مقاماتش اکثر موقع ضد طالبان و پشتیبانی از جبهه مقاومت ملی در پنجشیر به رهبری احمد مسعود را دارند و این موقع خود را پنهان نمی کنند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفته بود اگر طالبان حکومت فراگیر تشکیل نکنند و در آن حکومت به تاجیک‌های افغانستان و دیگر اقلیت‌های قومی مقیمی آن کشور جایگاه شایسته را قائل نشوند، تاجیکستان چنین حکومت را در کابل اعتراف نخواهد کرد.